ولی اگر مقصدی باشه که با یک زن نامحرم صحبت کنی، اولش که با یک زن نامحرم وقتی صحبت میکنی صحبت‌های شهوانی، این خیانت است، این جنایت است. فهمو؟ این چی است؟ این هم خیانت است، هم جنایت. خیانت در حق پدر این دختر است، خیانت در حق برادر این دختر است، خیانت در حق شوهر آینده این دختر است. ولی اگر شوهر داشته باشه خیانت به شوهر اوست، خیانت به فرزند این دختر است. این خیانت است و هیچ کدام ما و شما نمیخواهیم که در حق مادر ما، خواهر ما، دختر ما، همسر ما کسی خیانت کنه. وقتی که نمیخواهی خیانت کنه، خیانت نکن در حق دخترای مردم. هر کسی این کارا میکنه وای خائنه، وای فاسقه، وای فاجره، وای بدبخته. پس باید اصلاح شوه، به سوی الله برگرده. این چنین جنایت است. الله سبحانه و تعالی در قرآن میگه ولا تقربوا الزنا، ولا تقربوا الزنا. الله سبحانه و تعالی خطاب به همه مسلمانان میکنه و همه ما و شما، یکی ما و شما. ولا تقربوا الزنا، یعنی راههایی که شما را به زنا برده میرسونه به اون نزدیک نشوین. و با او زن نامحرم وقتی تو صحبت میکنی صحبت‌های شهوانی، یک بار دو بار شهوانی صحبت میکنی، سومین بار میگی بیای پیش ببینیم، بعد میای نزدیک با میشینن یک چهار تا چق میکنین، نزدیک میشی، رفته رفته قدم به قدم تو را به زنا میبره. این چیز بدبخت میشی، زنا میکنی، زانی میشی، مرتکب گناه کبیره میشی. و اگر رفت از این زنا طفل به دنیا میاد، این طفل پدرش معلوم نیست، تو نمیتونی بگوی فرزندی مای، تو نکاح نداشتی. از این خاطر بچه ها از برای الله، از الله بترسین. این شبکه‌های اینترنتی را امروز میبینی اینقدر مردم بی حیا شدن، نه شرم نه حیا. با بعضی بچه‌هاش هم میبینم ریشان هم قایم موندگی. روز یک نفرش با میپرسه که ماشاءالله ریشا دراز کرده کو، با میگه ها همین سنت تا بجا آوردیم. رو تسیو کنوقتی سنت بجا بیارید. تو دست به حرام میزنی، دعوای پیروی سنت داری، نه شرم نه حیا. یعنی این مسئله ها را باید اهمیت بدیم. یعنی بعضا سخت میگیم ولی باید نرنجن دوستا، مسئله جدی است. هیچ کس نمیخواد که با خواهر و با مادر و با دختر و با همسری وی یک نفر دیگه خیانت کنه. این خیانت است، خیانت است، خیانت است. این نمیشه یگان نام دیگه مونده. دوست دختر، ولی بعضی میگه دوست دختر، دوست دختر، دوست بچه. فاسقا با نامشون تغییر میدادن. دوست دختر، این خیانت. این دوست دختر گفتنی گپ نیست.